اومدم همه چیزو در مورد توتی سنگال بهتون بگم، از اخلاق و رفتارش گرفته تا طرز نگهداریش. سلام بچه ها، من آریو هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون، یعنی چنل مای پت. قبل از هر چیز یادتون نره که اول لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو روی آل بذارید تا ما هر وقت ویدیوی جدید گذاشتیم یوتیوب سریع بهتون خبر بده و بیایید ویدیومونو ببینید. پس برو بریم. قبل از هر چیز باید اینو بهتون بگم که زادگاه توتی سنگال قاره آفریقا هستش که شامل کشورهای چاد، گینه نو، سنگال و جزایر لوبوس هستند. این توتی ها شامل 3 زیرگونه اصلی به نام های سینه زرد، سینه قرمز و سینه نارنجی هستند. گونه سینه قرمز نسبت به بقیه موتاسیون ها قیمت بیشتری داره به دلیل اینکه کمیاب تره. البته باید اینم بهتون بگم که رنگ ها و موتاسیون ها هیچ تأثیری بر میزان هوش، استعداد و یا اخلاق توتی نداره و صرفاً رنگه. سنگال ها یک سری زیرگونه های دیگه هم دارن که بیشتر میشه گفت جهش رنگی هستش تا زیرگونه، مثل سنگال سینه آبی. خب بریم سراغ اخلاق و رفتار این توتی. بچه ها، توتی سنگال بسیار توتی باهوش، احساساتی، مهربون و تک صاحبه. چند تا مورد هست که باید در مورد اخلاق و رفتار این توتی بهتون بگم. 1. توتی های سنگال بسیار احساساتی هن. یعنی اگر شما در طول روز نمیتونید وقت قابل توجه، یعنی 3 الی 4 ساعت رو با سنگالتون بگذرونین، به هیچ عنوان سنگال تهیه نکنین. چرا؟ چون این توتی ها خب بسیار احساساتی هن و اگه وقت کافی رو باشون نگذرونید دچار افسردگی و پرکنی میشن. 2. توتی سنگال یک توتی تک صاحب به حساب میاد و ممکنه با همه اعضای خانواده جور نباشه و با همه ارتباط خیلی خوبی برقرار نکنه. اما این به این معنی نیست که اجتماعی نیست. اتفاقا این توتی خیلی اجتماعیه و با همه دوسته، اما فقط دستورات صاحب اصلیش هستش که برآورده میکنه و به هر کسی باج نمیده و این به این معنیه که به صاحبش بسیار علاقه داره و رابطه احساسی عمیقی با صاحبش داره. 3. توتی های سنگال بسیار حسودن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما پت یا حیوان خانگی دیگه داشته باشید و جلوی توتیتون به اون محبت کنید، قطعاً توتی سنگالتون میاد و به اون پت یا حیوان خانگیتون حمله میکنه یا سعی میکنه بهش آسیب بزنه. اگه اون حیوان خانگیتون یه توتی بزرگ جثه تر باشه یا سگ یا گربه باشه، قطعاً خب اون سگ و گربه یا توتی بزرگ جثه تر به سنگالتون آسیب میزنه. اما اگر اون حیوانتون کوچیکتر باشه، سنگال آسیب میزنه به اون حیوان و حتی اگر اون حیوان خانگیتون در دسترس توتیتون نباشه، سنگال میاد احساس حسادتش رو روی شما خالی میکنه و در واقع ارتباطش رو با شما ضعیف میکنه و به شما آسیب میرسونه. بریم سراغ استعدادهای این توتی. خب بچه ها، توتی سنگال رتبه 2 حرکات نمایشی در کل توتی سانانه. یعنی بعد از توتی کایک بهترین توتی که میتونید تهیه کنید برای حرکات نمایشی 100% توتی سنگال هستش. هیچ تریک و حرکت نمایشی در دنیا نیستش که توتی سنگالتون نتونه انجام بده. با چند بار آموزش هر حرکات نمایشی از جمله توپ بازی، رو دست خوابیدن، پشتک زدن و یا هر چیز دیگه‌ای رو به راحتی میتونه یاد بگیره.
اما خب در زمینه سخن خیلی نمیتونید روی این توتی حساب کنید. 7-8 کلمه رو میتونه صحبت کنه، خیلی پرتکرار هم صحبت میکنه، یعنی خیلی سریع هم صحبت میکنه، اما خب بیشتر از اون ازش نباید انتظار داشته باشین. بیشتر این توتی برای حرکات نمایشی ساخته شده و اگر شما مد نظرتون حرکات نمایشی هست قطعاً برید سراغ توتی سنگال. خب بریم سراغ چند تا نکته و چند تا سختی نگهداری توتی سنگال. خب اولین چیزی که باید بهتون بگم اینه که توتی های سنگال نیاز به قفس تقریبا بزرگی دارن، به دلیل اینکه تحرکشون میتونم بگم بالاست، اما به این شکل نیست که بخوان هی پرواز کنن، بیشتر راه رفتن رو ترجیح میدن به پرواز کردن. در کل توتی های آفریقایی مثل کاسکو و همین سنگال راه رفتن رو خیلی بیشتر دوست دارن. نکته بعد این که سنگال ها خیلی پروازی های خوبی نیستن. یعنی چی؟ یعنی یک مقدار سنگین بالن، نه در حد توتی هایی مثل عروس هلندی اما نه در حد توتی هایی هم مثل گرینچیک تیزبال، یه چیزی بین عروس هلندی و گرینچیک. پس شما باید حواستون به اشیا، پنکه سقفی، حالا مجسمه یا هر چیز زینتی که دارین باشه، چون ممکنه در حین پرواز کردن این توتی ها به اونها برخورد کنن و هم توتی ها آسیب ببینن هم اون وسایلتون. راستی اینو هم باید بگم که توتی های سنگال سر و صدای خیلی زیادی ندارن و برای آپارتمان مناسبن. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.